سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون. این جلسه میخوام راجع به یکی از مقالات زیگموند فروید به عنوان Observation on Transference Love صحبت کنم که سال 1915 نوشته شده و به مسئله خیلی حساس و اساسی در روانکاوی میپردازه، یعنی عشق انتقالی. زیگموند فروید در ابتدای مقاله‌اش خطاب به روانکاوها میگه وقتی کسی تازه وارد دنیای روانکاوی میشه معمولا در ابتدا یک ترس عجیبی داره، مخصوصا وقتی میفهمه که باید به تداعی‌های آنالیزان نگاه کنه و با خاطرات یا محتویاتی سرکوب شده روبرو بشه. اما وقتی شروع میکنه خیلی زود متوجه میشه که اینها اونقدر هم بزرگ نیستن و در واقع سخت‌ترین بخش کار چیزی نیست جز مدیریت انتقال. حالا توی همه موقعیت‌هایی که بین روانکاو و آنالیزان پیش میاد، یک مورد هست که خیلی مشخصه و اهمیت زیادی داره. وقتی یک سوژه میاد و واضح یا حتی صریح میگه که دلباخته پزشکش شده، یعنی همون روانکاو شده، اینجا ما با یک موقعیت کاملا روشن و البته پیچیده روبرو هستیم. برای یک آدم غیر متخصص، یعنی غیر روانکاو، موضوع عشق و دلبستگی یک چیز کاملا جداست. مثل اینکه یک صفحه جدا روش چیزی نوشته شده باشه که هیچ ارتباطی با بقیه چیزها در صفحات دیگه نداشته باشه. و زیگموند فروید میگه فرض کنیم یک زن عاشق روانکاو شده. بعضیا ممکنه فکر کنن که خب 2 نتیجه بیشتر نداره. یا شرایط بیرونی اجازه میده که رابطه قانونی و پایدار داشته باشن، یا رابطه قطع میشه و درمان نیمه کاره باقی میمونه. و میگه البته یک گزینه سومی هم هست، اینکه وارد یک رابطه عاشقانه و نامشروع بشن و درمان ادامه پیدا کنه، اما خب این با اخلاق حرفه‌ای سازگار نیست و ما به وضوح باید ردش کنیم. در ادامه توضیح میده که اگر بریم سراغ گزینه دوم، یعنی زن عاشق روانکاوش میشه ولی بعد درمان رو رها میکنه، خب بعدش دوباره با پزشک دیگه ای شروع میکنه، با یک روانکاو دیگه ای شروع میکنه و باز هم عاشق اون روانکاو میشه. خب همین چرخه ادامه پیدا میکنه و این دقیقاً همون چیزیه که روانکاوی اسمش رو میذاره انتقال. برای روانکاو این یک هشدار مهمه که یادش باشه ممکنه خودش هم گرفتار انتقال متقابل بشه. از نظر روانکاوی شونده 2 راه وجود داره، یا درمان رو رها کنه یا دلبستگیش رو به عنوان چیزی اجتناب ناپذیر بپذیره. البته خانواده و دوستانش معمولاً با شدت میگن درمان باید قطع بشه، ولی زیگموند فروید میگه تصمیم نهایی رو نباید بر اساس احساسات اونا بگیریم. فقط درمان و بهبود روانکاوی شونده مهمه. حتی اگر خانواده فکر کنن که با انتقال آنالیزان به درمانهای دیگه‌ای میتونه عشقش رو کنترل کنن، این اشتباهه. چون عشقی که در روانکاوی شکل میگیره اگر بیان نشده و تحلیل نشده باقی بمونه، هیچ وقت بهبودی واقعی به همراه نداره. در ادامه زیگموند فروید به یک نکته اشاره میکنه و حتی ابراز تعجب میکنه، اینکه گاهی پیش میاد که بعضی روانکاوها از پیش آنالیزان رو برای بروز عشق انتقالی آماده میکنن یا حتی به طور مستقیم تشویقش میکنن که بیا و عاشق روانکاوت شو تا درمان پیش بره. خب زیگموند فروید این رو یکی از بی‌معناترین رفتارها میدونه. چرا؟ چون توی این کار چیزی که عشق انتقالی رو واقعی و زنده میکنه، یعنی عنصر خود انگیختگیش، از بین میره. وقتی روانکاو خودش عشق رو تحریک کنه، اون عشق دیگه از جای خودش بر نخواسته، از میل آنالیزان نیست، در واقع محصول مداخله است و همین باعث میشه بعداً تحلیلگر با مشکلاتی روبرو بشه که رفعشون بسیار دشواره. در نگاه اول ممکنه به نظر برسه که عشق انتقالی یا همون اوبرتاگونسلیبه هیچ نفعی برای درمان نداره. آنالیزان که تا پیش از این همکاری خیلی خوبی داشته و به تحلیل علاقمند هم بوده، یهویی تمام توجهش رو از درمان برمی‌داره و همه چیز در ذهنش حول عشق روانکاو میچرخه.
از علائم خودش دست میکشه، گاهی حتی میگه که دیگه خوب شده، چون احساس میکنه عشقش درمانش کرده. زیگموند فروید این حالت رو مثل صحنه‌ای در تئاتر توصیف میکنه که یهویی یکی فریاد میزنه آتیش و همه چیز متوقف میشه. و میگه هیچ روانکاوی در اولین مواجهه با چنین وضعیت شدیدی نمیتونه فوراً تحلیل خودش رو حفظ کنه و متوجه بشه که هنوز درمان تموم نشده. اما وقتی کمی مکث کنیم و دقیق‌تر نگاه کنیم، مسیر روشن‌تر میشه. زیگموند فروید یادآور میشه که هر چیزی که جلوی پیشرفت درمان رو بگیره، در واقع نوعی مقاومت محسوب میشه. پس میشه گفت تمنای پرشور عشق توی اینجا تا حد زیادی محصول مقاومت خود آنالیزانه. روانکاو پیش از این نشانه‌هایی از انتقال محبت‌آمیز یا لیبه اوبرتوگونگونگس رو در رفتار آنالیزان دیده بود. اون لحظاتی که اطاعت پذیری، پذیرش تبیین‌ها و اعتماد آنالیزان همه در واقع از همون دلبستگی عاطفیش به روانکاو میومده. اما حالا همه اون نشانه‌ها محو شدن و فقط یک میل شدید باقی مونده: عشق به روانکاو. و نکته جالب فروید اینجاست: این دگرگونی درست در زمانی اتفاق میفته که تحلیلگر سعی داره آنالیزان رو به سمت بیاد آوردن یا پذیرفتن بخش‌هایی از تاریخ زندگیش ببره که درناک و سرکوب شده است. پس عشق در اصل از پیش وجود داشته، اما حالا مقاومت از عشق به عنوان ابزار استفاده میکنه تا مسیر درمان رو متوقف کنه. آنالیزان به جای اینکه با ناخودآگاهش مواجه بشه، عشقش به روانکاو رو سپر میکنه تا تحلیل به تعویق بیفته. اما ماجرا فقط همین نیست. اگر کمی دقیق تر بشیم میبینیم که این وضعیت هم از خود عشق ریشه هایی داره و هم از مقاومت. از جنبه عشق، آنالیزان ممکنه بخواد جذابیت خودش رو آزمایش کنه، اقتدار روانکاو رو پایین بیاره یا از طریق این رابطه نوعی لذت یا ارضای هیجانی کسب کنه. از سوی مقاومت ماجرا پیچیده میشه. گاهی مقاومت از همین ابراز عشق به عنوان آزمون جدیت روانکاو استفاده میکنه. مثلا اگر روانکاو کوچکترین نشانه‌ای از تسلیم نشون بده، آنالیزان میتونه بعداً همون رو علیهش به کار ببره. زیگموند فروید این وضعیت رو شبیه کاری توصیف میکنه که یک عامل تحریک کننده انجام میده. مقاومت عملاً شدت عشق رو بالا میبره، میل جنسی رو اغراق میکنه تا بعد بتونه بگه دیدی خطر چقدر بزرگه، پس بهتر سرکوب بمونه. و زیگموند فروید اینجا با طعنه به آدلر اشاره میکنه که همه این پدیده ها رو بخش اصلی درمان میدونست، در حالی که زیگموند فروید اونا رو در اصل موانع درمان میدونه. اینجا فروید یک پرسش کلیدی هم مطرح میکنه، اینکه روانکاو باید در چنین موقعیتی چطور رفتار کنه تا شکست نخوره، به خصوص وقتی خودش هم متوجهه که درمان باید از درون همین انتقال عشقی ادامه پیدا کنه، نه با نادیده گرفتنش. فروید میگه آسون‌ترین پاسخ اینه که روانکاو صرفاً بر اخلاقیات تکیه کنه، یعنی بگه تحت هیچ شرایطی نباید پاسخ احساسات آنالیزان رو داد، بلکه باید اون رو به اصل پرهیز متوجه کرد، یعنی کنترل میل، خودداری از ارضا و ادامه تحلیل بدون ورود به بعد جسمانی یا شهوانی. اما خودش میگه من نه به اون روش ساده عمل میکنم و نه به روش دیگه‌ای که صرفاً اخلاقی و دستوریه. چرا؟ چون زیگموند فروید اینجا برای روانکاوها می‌نویسه، نه برای مراجعین. و از طرفی به جای اینکه بگه از نظر اخلاقی این کار نادرسته، سعی میکنه از نظر فنی و تحلیلی توضیح بده که چرا این وسوسه باید مهار بشه. و به زبان خودش من به جای یک فرمان اخلاقی یک اصل فنی تحلیلی رو جایگزین میکنم. نتیجه یکیست اما بنیانش متفاوت است. این معنا که پاسخ دادن به عشق انتقالی نه از نظر اخلاقی بلکه از نظر ساختار روانی درمان نقض اصل بی‌طرفی و شفافیت تحلیلیه. اگر روانکاو وارد پاسخ عاطفی یا جسمانی بشه، تحلیل فرو میپاشه، چون سوژه دیگه در موقعیت آنالیزان نیست، در واقع در رابطه متقابل قرار گرفته، جایی که ناخودآگاه دیگه نمیتونه به همون شکل تحلیلی
آشکار بشه. و اما شاید سوالی براتون پیش بیاد که با عشق انتقالی شهوانی آنالیزان چه باید؟ سیگموند فروید میگه وقتی عشق انتقالی شهوانی آنالیزان بروز میکنه، روانکاو نباید به هیچ وجه اون رو سرکوب یا ارضا کنه و با قاطعیت میگه با داشتن آنالیزان به سرکوب یا والایش امیالش در همون لحظه نه تنها روش تحلیلی نیست بلکه خردمندانه هم نیست. این کار مثل اینه که کسی روحی رو از دنیای زیرین احضار کنه و بدون هیچ پرسشی فوراً برش گردونه. یعنی محتویات سرکوب شده رو آوردیم به آگاهی فقط برای اینکه دوباره از ترس سرکوبشون کنیم. خب این کار فایده‌ای نداره. احساسات پرشور با نصیحت یا سخنرانی‌های والا رام نمیشن. نتیجه چی میشه؟ آنالیزان فقط احساس تحقیر میکنه و ممکنه انتقام جویانه واکنش نشون بده. همینطور راه حل میانه‌ای که بعضی روانکاوها به کار میبرن یعنی ابراز پذیرش محبت آنالیزان بدون ورود به رابطه جسمانی هم جواب نمیده. سیگموند فروید میگه درمان روانکاوانه بر راستی و حقیقت استواره. اگر روانکاو از این بنیان فاصله بگیره و با ترفند یا حتی نیت خیر بخواد عشق رو مدیریت کنه، به احتمال زیاد خودش لو میره و اعتبارش پیش آنالیزان از بین میره. علاوه بر این حتی کمی تسلیم شدن به عشق آنالیزان هم خالی از خطر نیست. کنترل خود روانکاو در لحظه ممکن از دست بره و اون رو از مسیر تحلیل دور کنه. پس حفظ بی‌طرفی و مهار انتقال متقابل ضروریه. سیگموند فروید میگه فن تحلیل از روانکاو میخواد که به آنالیزانی که تشنه عشق رضایت نده. درمان باید در وضعیت پرهیز پیش بره. این پرهیز صرفاً خودداری جسمانی نیست و نه محروم کردن آنالیزان از هر چیزی که میخواد، بلکه اصلش اینه که میل و نیاز آنالیزان باید در درونش باقی بمونه تا نیروهای محرکه‌ای باشن که اون رو به کار و دگرگونی وادارن. هر چیزی که ما عرضه کنیم فقط جانشینیه و تا زمانی که سرکوب‌ها رفع نشده آنالیزان توان دستیابی به رضایت واقعی رو نداره. حالا تصور کن اگر روانکاو بخواد عشق آنالیزان رو پاسخ بده، حتی با هدف این که اون رو وادار کنه به انجام وظایف درمانی، تجربه نشون میده این محاسبه اشتباهه. آنالیزان به هدف خودش میرسه ولی روانکاو هرگز به هدف تحلیل نمیرسه. پس پاسخ دادن به عشق انتقالی پیروزی برای آنالیزان و شکست برای درمانه. آنالیزان چیزی رو تجربه میکنه که باید فقط در قلمرو روانی باز تولید میشد، نه در زندگی واقعی. این کار باعث میشه تمام بازدارندگی ها و واکنش های آسیبزای زندگی عشقی اون بروز کنه و هیچ راهی برای اصلاحشون نباشه. در واقع ترکیب عشق و تحلیل. از یه طرف دیگه سرکوب کردن کامل عشق هم برای درمان زیانباره. اما راه درست چیه؟ سیگموند فروید میگه روانکاو باید مراقب باشه نه از عشق انتقالی روی گردان بشه، نه اون رو طرد کنه و نه باعث ناخوشایندی آنالیزان بشه. اما در عین حال باید قاطعانه از پاسخ دادن خودداری کنه. عشق انتقالی باید در دست نگه داشته بشه اما به عنوان چیزی غیر واقعی، چیزی که باید در درمان طی بشه. به ریشه های ناخودآگاه برگرده و به آنالیزان کمک کنه تا ژرف‌ترین لایه‌های زندگی شهوانیش به آگاهی برسه و کنترلش در بیاد. هرچه روانکاو بهتر نشون بده که در برابر وسوسه مسئونه راحت‌تر میتونه محتوای تحلیلی عشق رو استخراج کنه. آنالیزان حتی اگر سرکوب جنسیش هنوز رفع نشده احساس امنیت میکنه و میتونه خیالها و امیال عاشقانش رو بیان کنه و از طریق اینها به ریشه های کودکی و ساختار ناخودآگاه عشقش دست پیدا کنه.
زیگموند فروید مثال برخی زنان رو میزنه. میگه برخی زنان هستن که این روش نمیتونه موفق بشه. زنانی با شور و شوق ابتدایی که هیچ جانشینی رو نمیپذیرن. در چنین مواردی تحلیلگر دو راه داره: یا عشقشون رو پاسخ بده یا آماج دشمنی و تحقیر قرار بگیره. در هیچ کدوم از این مسیرها منافع درمانی حفظ نمیشه. روانکاو مجبور به کناره‌گیریه و تنها میتونه ظرفیت نوروتیک آنالیزان رو در مواجهه با چنین عشقی بررسی کنه. برای زنان دیگه‌ای که کمتر تند مزاجن، روش معمولی وجود داره. بر عنصر مقاومت در عشق تاکید میکنیم. با آنالیزان گفته میشه اگر عشق واقعی بود رامترت میکرد، آمادگیت برای حل مشکلاتت افزایش میداد و تو مشتاقانه مسیر درمان رو دنبال میکردی. اما اگر روحی هیله‌جوج و سرکش داری، در واقع مقاومتی رو تحت پوشش عشق نشون میدی و روانکاو رو در موقعیت دوگانه قرار میدی. اگر عشق تو رو رد کنه، میتونی نقش دلشکسته رو بازی کنی و از تلاش درمانی اون کناره بگیری. و اما در نهایت فروید جمع‌بندی میکنه که عشق انتقالی واقعیه، حتی اگر ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه. شدتش از مقاومت زیاد میشه، درک واقعیتش کمتره و کمتر خردمندانه رفتار میکنه. اما همین ویژگی‌ها جوهر خود عشق تشکیل میده و روانکاو باید با حفظ بی‌طرفی از اون بهره تحلیلی بگیره، نه از طریق پاسخ دادن و نه از طریق سرکوب کامل.